به نام الله بخشنده مهربان، درود و سلام به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و علی آله و من تبعهم به احسان الی یوم الدین و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، چند باز میخواستم در باره انسان‌هایی که تاریخ بشریت نظیر آنها را کم دیده است و در بهترین عصر زندگی کردند برای شما برنامه‌های آماده نمایم. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در این موضوع فرمودند: خیر قرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین عصر آن عصری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کردند و تابعین تبع تابعین. در این سلسله برنامه‌ها شما عزیزان درباره انسان‌های خواهید شنید که آنها از هوای نفس کشی پیامبر صلی الله علیه و سلم نفس کشیدند. در سختی ها و آسانی ها در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند. خداوند در حق آنها قرآن عظیم و شان را نازل کرد که ما به خواندن هر حرف آن ثواب میگیریم. الله سبحانه و تعالی از آنها راضی شد. آنها نیکوترین انسانها و عالمترین این امت بودند. ما باید آنها را دوست داریم، از آنها پیروی نماییم، از آثار آنها استفاده بریم، از همه مهمش احترام ایشان را بجا آریم، آنها را گرامی داریم. آنها شناسنامه این امتند. آنها اصحاب گرامی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. الله از ایشان راضی باد. ای پروردگار ما، ما و برادران ما را که پیش از ما آمدند، پیش از ما ایمان آوردند، ببخشا و بدبینی کسان ایمان نآورده را در دل ما جای مده. ای پروردگار ما، تو مشفق و مهربان هستی. پس برادران، این برنامه‌های ما را پیگیری کرده از آثار آن بزرگواران آگاهی پیدا خواهی کرد. باقی در امان الله مهربان باشید.